ناظم پولاتوف ساکن جماعت غازیان ناحیه باباجان غفروف بیش از 20 سال می شود که به کرمک پروری مشغول است و میگوید آغاز موسم کرمک پروری یعنی سنه 17 اپریل سال جاری یک قوطی کرمک گرفته بود. حالا باشد کرمک های ناظم امک علاقه کلان شدند و بعد چند روز دیگر به پیله بندی شروع می کنند. به کرمک دوامی روز تا 3-4 مرتبه برگ تود می دهند. بنا به گفته قهرمانی گزارش ما به کرمک برگ را باید در وقتش داد، زیرا در عکس حال نگاه بین و پرورش و نشأه‌نمایی آن مشکل می شود. طول قریب یک 20 سال اضافی است کرمک می داریم. حاضر هفته روز قریب گور می شد. خدا قدیم سال نیت ما های پلان ورزیات اجرا کردم به من برگاه امسال نه پختگی همش برگاه نه. ناظم پولاتوف میگوید پرورش کرمک خیلی نازک است و با راه و اصول مخصوص نگاهبین کرده می شود. باید حرارت خانه‌ای که در آنجا کرمک نگاه داشته می شود نه کم از 30-35 گرادوس خنک باشد. چقدری که حرارت بلند باشد حاصل پیله بیشتر می شود. در اول رنگ کرمک سیاه چتاب بوده تا وقتی پیله بندی سفید و طلا رنگ می گردد. دوامناکی نگاهبینی آن از 27 تا 30 روز را در بر می گیرد. اساساً به کرمک زنها خوراک می دهند، مردان باشند برگ توت را جمع آوری می کنند. این شغل اصلا برای خواجگیداران اویلوی خوب است، زیرا مهنتی دست جمعانه را طلب می کند. کوئی 3 ساعت به اکبر بار میتونیم به یک که اگر 24 ساعت بشه 11 ساعت یا 11 روز با بردارم شب مرتر میتیم باستر کرده ساعت 11 میاندیم ساعت 4 میاندیم. نرگس سالیوی 37 ساله باشد امسال 4 قوطی کرمک گرفته است. برای نگاهبینی آن همسر و فرزندانش یاری میدهند و میگوید سال گذشته هم 4 قوطی کرمک را گرفته پرورش کرده بود که از آن 230 کیلو پیله سپارید. نقل میکند که به هر یک کیلوی پیله سپاریدش 15 سومانی مبلغ میگیرد. به جز این از طرف جماعت برای آنها اردو روغن و دیگر نیاز اولیه روزگار داده می شود. نرگس سالیوی برای فایده خوب به دست آوردن امسال نظر به سال گذشته زیادتر کرمک گرفته است و میخواهد که 250 کیلو پیله سپارد. اینا اختری که سال وقیانتر برای چملی زیر نکدن خنک به شخ نشدن گرم میکنیم، تگش به آب میمانیم، بلندتر کده من خیلی نگاه میکنیم. 10 روز پیچکه کدیم مایدگی شنده آقای خودش گرم برای همون پیچکه های کشتیم. اگه خوی هوای خودش نقص فایدهش کلان مثلا مبلغش میتید، روغنش میتید، آردش داد مبلغش نقص فایدهش نقص با خورسندی همه جمع. امسال در جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفروف بیش از 60 خواجگی کرمک گرفتند. مسئولین میگویند در اینکوباتوری جماعت 120 قوطی کرمک خوابانده بودند. حالا همه کرمک ها خوب پرورش یافته به عائله های این جماعت تقسیم کرده شده است. سردار بریگادی کرمک پروری جماعت دهاتی غازیان سپینیسا علیوه در یک صحبت تلفنی گفت که تخم کرمک امسال نظر به سال گذشته با صفت می باشد، زیرا مرحله خواباندن تخمی در اینکوباتوری خوب گذشته است. از نمایندگی پیله تاجیک در ناحیه باباجان غفروف باشد اطلاع دادند که امسال طبق دورنما در ناحیه از تعداد عمومی 2400 قوطی کرمک استحصال 70 تن پیله ابریشم معین کرده شده است. حالا 1400 عائله کرمک پروران در 12 جماعت و خواجگی های ناحیه به پرورش کرمک مشغولند که سال جاری به هر کیلوی پیله سپاریده شده 15 سومانی مبلغ معین کرده شده است. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.